اگه میتونستم برگردم عقب و به خود 20 سالم یه سری نصیحت کنم که کسب و کارم سریعتر رشد کنه، اینا چیزاییه که بهش میگفتم. توی این ویدیو میخوام درباره 13 حقیقتی صحبت کنم که توی این 20 سال تجربه کاری یاد گرفتم. اگه میخوای کسب و کارت رو سریعتر رشد بدی، این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام، من امید میرزایی ام و توی این کانال آموزش‌هایی رو میدم که به رشد کسب و کار و رشد درآمد شما کمک بکنه. اگه به این موارد علاقه‌مندی، همین الان میتونی یه ثانیه وقت بذاری و اون دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنی. اما بریم سراغ این 13 تا نکته مهم. 1. پول خرج کن تا زمان بخری، نه اینکه زمان خرج کنی تا پول ذخیره کنی. ببین، اکثر مردم فقط دنبال اینن که پول پس انداز کنن، اما نمیدونن که باید پول خرج کنی تا بتونی زمانت رو بخری. توی دنیای امروز کلی ابزار، اپلیکیشن، خدمات مختلف هست که میتونی با یه هزینه کم کلی از کارهات رو سریعتر انجام بدی. بذار یه مثال بزنم. شما ممکنه مدیر یه فروشگاه آنلاین باشی و هر روز بسته پستی داشته باشی. یه روش اینه که هر روز بری اداره پست یا پیشخوان دولت که بسته‌هاتو پست کنی، حتی اگه سر کوچه باشه. اما روشی که زمان بخری اینه که خود اداره پست و شرکت‌های مثل تیپاکس این سرویس رو دارن که بیان از محل کارت بسته‌هاتو جمع آوری کنن و اینجوری شاید یه ساعت زمانتو بتونی با یه مبلغ خیلی کم بخری. یا اینکه توی بخش دیجیتال، توی سایت‌های مثل پونیشا و پارس کودرز پروژه‌ای رو میتونی ثبت کنی که فریلنسرها بیان و یه سری کارات رو برات انجام بدن. من کلی از این روش استفاده کردم. مثلا یه پلاگین ساده می‌خواستم بنویسم، به جای اینکه خودم 2 روز وقت بذارم 500 تومن 1 میلیون دادم تا یکی اومد این کار رو برام انجام داد. حالا شما میتونید برای هر کاری مثل تحقیق، نوشتن مقاله، طراحی لوگو و کلی کارهای دیگه از این فریلنسرها استفاده کنید. پس به جای اینکه همه کارا رو خودت انجام بدی، پول خرج کن تا زمان بخری و روی چیزای مهمتر مثل آموزش بر روی خودت تمرکز کن. 2. مشکلات آدمای پولدار رو حل کن، نه آدمای بی پول. اگه میخوای زندگیت راحت تر بشه و کسب و کارت رشد کنه، باید بری سراغ حل کردن مشکلات افرادی که پول دارن. آدمای بی پول معمولاً دردسر درست میکنن، پولت رو دیر میدن، چونه میزنن و همیشه از خدماتی که میگیرن ناراضیان. اما آدمای پولدار چون ارزش زمانشون رو میدونن، حاضرن برای راه حل‌های خوب هزینه کنن. کار کردن با این افراد خیلی راحت تره و استرس کمتری داره. پس سعی کن محصول یا خدماتی ارائه بدی که برای قشر پولدار جذاب باشه. 3. تو زمان رو مدیریت نمی‌کنی، انرژی رو مدیریت می‌کنی. اگه میتونستم به خود 20 سالم یه درس مهم بدم، این بود که مدیریت انرژی مهمتر از مدیریت زمانه. به جای اینکه فقط به ساعت نگاه کنی و سعی کنی تمام وقتت رو پر کنی، ببین که در طول روز چه زمانی انرژی بیشتری داری. مثلا صبح انرژی بالاتره، پس کارهای مهم و سنگین رو همون موقع صبح انجام بده. برای بعد از ظهر که خسته تری، کارهای سبکتر رو بذار بمونه. اگه این اصل رو رعایت کنی، خیلی سریعتر و بهتر پیشرفت میکنی. 4. سادگی رشد میکنه، پیچیدگی سقوط میکنه. هر چقدر زندگیت، کسب و کارت یا حتی محصولت رو پیچیده تر کنی، کار سخت تر میشه. سادگی همیشه رشد میکنه، اما پیچیدگی سقف رشدت رو پایین میاره. کسب و کارهای موفق همیشه راه حل‌های ساده ارائه میدن. پس هر وقت حس کردی داری چیزی رو پیچیده میکنی، یه قدم برو عقب و ببین چطوری میتونی اون رو ساده تر بکنی. 5. برای نتیجه صبور باش، اما برای اقدام عجله کن. خیلیا وقتی یه ایده جدید اجرا میکنن استرس میگیرن که چرا هنوز به نتیجه نرسیده. این باعث میشه سریع ناامید بشن، دست از کار بکشن. اما قانون اصلی اینه وقتی یه ایده داری سریع اجراش کن، اما برای دیدن نتیجه صبور باش. به جای اینکه یه عالمه کار رو با عجله شروع کنی و بعد ولش کنی، با سرعت و پشت کار مداوم جلو برو. این مسیر دوی سرعت نیست، دوی ماراتونه با سرعت‌های متغیر. یه جاهایی سرعتت بیشتره، یه جایی سرعتت کمتره. مهم اینه که برای نتیجه صبور باشی و سریع ناامید نشی، زود ولش نکنی. 6. اگه فکر میکنی خودت همه جوابا رو داری، به مشکل برمیخوری. یکی از بزرگترین اشتباهات من این بود که فکر میکردم همه جوابا رو بلدم.
اما حقیقت اینه که هیچ کس خودش به تنهایی نمیتونه همه راه حل ها رو بدونه. اگه میخوای موفق بشی همیشه باید در حال یادگیری باشی. برو سراغ افراد با تجربه، مشاوره بگیر، کتاب بخون، دوره ببین و از بقیه یاد بگیر. من همیشه به تیمم میگم اگه فکر کنیم فقط با دانش خودمون میتونیم برنده بشیم خیلی زود شکست میخوریم. باید بیرون از دایره خودمون یاد بگیریم و بهترین ایده ها رو وارد کسب و کار خودمون بکنیم. 7. برای بردن بازی کن، نه برای نباختن. دیدید توی یه مسابقه فوتبال گاه هم ممکنه یه تیم بگه همین که نبازیم خوبه. این دیدگاه باعث میشه اون تیم همش دفاع کنه و از هیچ فرصتی برای حمله استفاده نکنه. خیلی از آدما فقط روی این تمرکز دارن که چطوری از شکست جلوگیری کنن. دائم در حال احتیاط و کاهش ریسکن، همه پولشون رو پس انداز میکنن و سعی میکنن تا حد ممکن امن بازی کنن. اما مشکل اینجاست که اینطوری همیشه توی حالت دفاعی هستی و حالت هجومی نداری. اگه میخوای موفق بشی باید هر روز از خودت بپرسی چطور میتونم برنده بشم، نه اینکه چطور نبازم. چون وقتی روی احتمال باخت تمرکز کنی ذهنت اون رو بزرگ میکنه و ناخودآگاه توی همون مسیر حرکت میکنی. پس نگرش برنده ها رو داشته باش و فقط روی پیروزی تمرکز کن. 8. مهم نیست کی رو میشناسی، مهم اینه کی تو رو میشناسه. یه جمله معروف هست که میگه شبکه ارتباطی تو ثروت توئه. قدیما من فکر میکردم اگه آدمای مهمی رو بشناسم میتونم مشکلاتم رو راحت تر حل کنم، اما چیزی که بعدا فهمیدم این بود که باید خودم رو به آدمای مهم بشناسونم، باید آدما منو بشناسن. اگه میخوای کسب و کار موفقی داشته باشی باید برندسازی شخصی انجام بدی. یعنی وقتی یه مشکلی داری آدمای متخصص همون حوزه خودشون بخوان بهت کمک کنن. چرا؟ چون میدونن تو کی هستی و چه ارزشی داری. پس فقط دنبال ارتباط گرفتن نباش، کاری کن که آدما تو رو بشناسن. برند شخصیت رو توی شبکه‌های اجتماعی رشد بده و سعی کن هر روز آدمای بیشتری تو رو بشناسن. 9. سخت کار کردن یعنی انجام دادن کارهایی که ازشون میترسی. خیلی‌ها میگن من دارم سخت کار میکنم، اما واقعیت اینه که فقط ساعتهای زیادی رو کار میکنن، نه اینکه کارهای سخت و چالش برانگیز انجام بدن. اگه واقعا داری سخت کار میکنی پس باید یه جایی از مسیر اضطراب و استرس رو حس کنی. یعنی باید از محدوده راحتی خودت خارج بشی و کارهایی رو انجام بدی که به رشدت کمک میکنه، حتی اگه ازشون میترسی. چون دقیقاً همون کارهایی که بهت استرس میدن همونایی هستن که بیشترین رشد رو برات میارن. پس ساعتهای زیاد کار کردن رو با سخت کار کردن اشتباه نگیر. 10. روی رشد آدمهای تیمت سرمایه گذاری کن. اونا کسب و کار تو رو میسازن. یکی از بزرگترین درسایی که دیر یاد گرفتم اینه که توسعه افراد یعنی توسعه کسب و کار. اگه از همون 18-19 سالگی میدونستم که رهبری تیم چقدر مهمه، بیشتر روی مهارت‌های مدیریتی و رهبری خودم کار میکردم. بهترین کارمندا همیشه پرمشغله هستن، به شرکت‌های دیگه هم دنبال جذبشونن. اما اگه بتونی تیمی بسازی که کارمندات احساس کنن رشد میکنن، هیچ وقت ترکت نمیکنن. برای اینکه تیم قوی بسازی باید رویاها و اهداف کارمندات رو درک کنی و کاری کنی که رشد شخصیشون با موفقیت کسب و کار شما همراستا باشه. این هنر رهبریه. 11. آدمای تیم تو باید بیشتر روی رشد خودشون کار کنن تا روی شغلشون. هر شنبه من برای تیمم یه جلسه آموزشی رهبری میذارم و همیشه با این جمله شروع میکنم: لطفاً روی خودتون بیشتر از شغلتون کار کنید. چون اگه آدم‌ها روی مهارت‌ها و رشد فردی خودشون سرمایه گذاری کنن، توی کارشون هم بهتر میشن. خیلی از کارآفرین‌ها اینو درک نمی‌کنن. اما اگه تیمی داشته باشی که همیشه در حال رشد و یادگیری باشه، کسب و کارت هم همراه با اون رشد میکنه. 12. بدون زمانت چقدر میارزه. آدمای ثروتمند برای زمانشون ارزش قائلن، اما آدمای فقیر نه. بیشتر صاحبای کسب و کارهای کوچیک به این دلیل کوچیک میمونن که ارزش زمانشون رو نمیدونن. اونا نمیتونن نه بگن، چون فکر میکنن باید همه کارا رو خودشون انجام بدن تا مشغول باشن. اما مشغول بودن با موفق بودن فرق میکنه.
این مدیرا رو دیدید که همه کارا رو خودشون انجام میدن؟ خودم اون لوگو رو طراحی میکنم، این مقاله مهمه اینو خودم مینویسم، خودم سایت رو طراحی میکنم، خودم سئوش میکنم، خودم ریلز اینستاگرام رو ادیت میکنم، خودم میبرم بسته رو پست میکنم. خودم، یعنی همه کارا رو خودشون قرار بکنن. اگه میخوای پیشرفت کنی باید دقیقاً بدونی که هر ساعت از زمانت چقدر ارزش داره و کارهایی رو که ارزش کمتری دارن رو به دیگران بسپاری. 13. رویاهات باید اونقدر بزرگ باشن که تیمت هم توش جا بشه. اگه میخوای افراد حرفه‌ای رو جذب کنی و نگهداری باید یه چشمانداز بزرگ داشته باشی. خیلی از آدمای با استعداد کسب و کارهای کوچیک رو ترک میکنن تا برن شرکت خودشون رو راه بندازن. اما اگه از اول یه هدف و رویا بسازی که رویاهای تیمت هم داخلش جا بشه، دیگه دلیلی نمیبینن که ترکت کنن. این یه دلیل بزرگه که چرا خیلی از افراد حرفه‌ای شرکت رو ترک میکنن و خودشون کسب و کار راه میندازن یا میرن شرکت‌های بزرگتر، چون رهبر اون شرکت نتونسته چشماندازی بسازه که اون آدما بتونن توش پیشرفت کنن. این 13 تا درس مسیر موفقیت در کسب و کار رو تغییر میدن که ای کاش خودم توی 20 سالگی اینا رو میدونستم. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید و توی کامنت ها بگید که کدوم نکته براتون مهمتر بود. اگه هنوز توی کانال من سابسکرایب نکردید همین الان میتونید دکمه سابسکرایب رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.